سلام به همگی. وقتی حرف از حقوق مالی زن و شوهر به میون میاد، همه ما فکرمون سریع میره سمت مهریه و نفقه. درسته؟ خب اینا خیلی مهمن، شکی درش نیست. اما امروز میخوایم در مورد یه حق دیگه صحبت کنیم. یه حق خیلی قدرتمند و شاید کمتر شنیده شده که میتونه کل بازی رو توی تعهدات زناشویی عوض کنه. خب سوالم از شما اینه: توی عقد ازدواج واقعاً حقی فراتر از مهریه و نفقه میشناسید؟ یه لحظه فکر کنید. حقی که به یه زن این قدرت رو بده که خیلی قانونی و محکم بگه ببین تا وقتی مهریم رو کامل پرداخت نکنی من هم بعضی از وظایفم رو انجام نمیدم. خیلی جالبه نه؟ بیایید با هم ببینیم این حق دقیقاً چی هست و چطور کار میکنه. خب برای اینکه این موضوع رو قشنگ بفهمیم باید دو تا مفهوم اصلی رو بشناسیم. این دو تا مفهوم دقیقاً روبروی هم قرار میگیرن. یه جورایی مثل دو کفه ترازو هستن. از یه طرف حق حبس رو داریم و از طرف دیگه وظیفه تمکین. بسیار خوب. اول بریم سراغ حق حبس. حق حبس اگه بخوام خیلی ساده بگم یه جور ابزار قانونی خیلی قوی دست زنه. یعنی قانون بهش این اجازه رو میده که خیلی روشن بگه تا تمام و کمال مهریم رو نگیرم از وظیفه تمکینم خودداری میکنم. در واقع این یه اهرم فشاره، یه راه قانونی برای این که زن بتونه مهریش رو مطالبه کنه. حالا نقطه مقابلش چیه؟ تمکین. تمکین از نظر قانون وظیفه اصلی زن توی ازدواجه. میبینید دقیقاً همین تضاد بین حق حبس که یه حقه و وظیفه تمکین که یه وظیفه است کل ماجرا رو جذاب میکنه. ولی صبر کنید، خود تمکین هم به این سادگی ها نیست و دو نوع مختلف داره که باید بشناسیمشون. و اینجاست که قضیه یکم پیچیده‌تر و البته جالبتر میشه. قانون بین دو نوع تمکین فرق گذاشته. یکی تمکین عام هست که یعنی زن توی خونه‌ای که شوهرش تهیه کرده زندگی کنه و دومی تمکین خاص هست که مشخصاً به رابطه زناشویی اشاره داره. این تفاوت رو حتماً به خاطر بسپارید چون فوق‌العاده مهمه و جلوتر می‌بینیم که همین تفاوت کوچیک میتونه سرنوشت حق حبس رو به کلی عوض کنه. خب تا اینجا با مفاهیم آشنا شدیم. حالا سوال اینه که یه زن چطوری میتونه از این حق استفاده کنه؟ آیا هر وقت که دلش خواست میتونه بگه من تمکین نمی‌کنم؟ قطعاً نه. قانون یه سری شرط و شروط خیلی دقیق و مشخص براش گذاشته. بریم ببینیم این شرط‌ها چی هستن. 4 تا شرط کلیدی داریم. شرط اول که به نظر من مهمترین شرطه اینه که زن نباید حتی یک بار هم تمکین خاص کرده باشه. یعنی رابطه زناشویی برقرار نکرده باشه. دوم اینکه مهریه باید از نوع عند المطالبه باشه. یعنی هر وقت زن خواست مرد باید پرداخت کنه. شرط سوم میگه این حق حبس شامل هر دو نوع تمکین میشه، هم عام و هم خاص. یعنی زن میتونه هم تو خونه شوهر نره و هم رابطه زناشویی نداشته باشه. و بالاخره شرط چهارم به محض اینکه مهریه کامل پرداخت شد، خب طبیعتاً این حق هم تموم میشه. بذارید روی این یه مورد بیشتر تأکید کنم چون واقعاً حیاتیه. این مهمترین قانون این بازیه. فقط و فقط یک بار تمکین خاص یعنی برقراری رابطه زناشویی کافیه تا حق حبس برای همیشه، تکرار میکنم برای همیشه، از بین بره. و یه نکته خیلی ریز و مهم دیگه که خیلی اشتباه میکنن، مبدأ حساب کردن همه اینها تاریخ عقد رسمی توی محضر هست، نه تاریخ جشن عروسی و این حرفا. این خیلی مهمه. خب حالا ممکنه یه سوال پیش بیاد. اگه مرد نتونه مهریه رو یک جا بده و دادگاه مهریه رو قسطی کنه چی؟ آیا با پرداخت اولین قسط حق حبس زن از بین میره؟ اینجا دیوان عالی کشور یه رأی خیلی مهم داره و تکلیف رو روشن کرده. جواب اینه خیر. حتی اگه مهریه قسط بندی بشه تا وقتی که آخرین قسط یعنی تا ریال آخر پرداخت نشده حق حبس زن سر جای خودشه و کاملا معتبره. خیلی خب تا اینجای کار مسائل تئوری رو بررسی کردیم. حالا بیایید بریم سراغ دنیای واقعی و ببینیم وقتی یه زن از این حق استفاده میکنه در عمل چه اتفاقاتی میفته. مثلا تکلیف نفقه چی میشه؟ آیا مرد دیگه نباید نفقه بده؟ یا مثلا آیا زن میتونه تو همین وضعیت درخواست طلاق بده؟ و این شاید یکی از پرتکرارترین سوالها تو این زمینه باشه. زنی که داره از حق حبسش استفاده میکنه و تمکین نمیکنه آیا همچنان مستحق دریافت نفقه هست یا نه؟ جواب قانون کاملا صریح و روشنه. بله، بهش نفقه تعلق میگیره. چرا؟
چون این عدم تمکین یه کار غیرقانونی یا به اصطلاح ناشزه بودن نیست. زن داره از یه حقی که خود قانون بهش داده استفاده میکنه. پس این امتناعش کاملا موجه و قانونیه. در نتیجه وظیفه مرد برای پرداخت نفقه همچنان پابرجاست و ساقط نمیشه. اما اینجا یه بحث حقوقی خیلی داغ و پیچیده وجود داره. فرض کنید زن رفته تو خونه شوهرش زندگی کرده، یعنی تمکین عام داشته، ولی تمکین خاص یعنی رابطه زناشویی نداشته. حالا سوال اینه، آیا حق حبسش از بین رفته؟ حقوقدانا اینجا دو دسته میشن. یه عده میگن بله، چون قانون گفته وظایف زناشویی و این شامل تمکین عام هم میشه. اما یه عده دیگه که به نظر میرسه نظر قوی‌تری هم دارن، با استناد به فقه و نظر مشورتی قوه قضاییه میگن نه، فقط و فقط تمکین خاص هست که حق حبس رو از بین میبره. این یعنی چی؟ یعنی اینکه بسته به اینکه پروندهتون دست کدوم قاضی با کدوم دیدگاه بیفته، نتیجه میتونه متفاوت باشه. یه نکته مهم دیگه هم هست. این که زن داره از حق حبس استفاده میکنه به این معنی نیست که دیگه نمیتونه درخواست طلاق بده. اصلاً اتفاقا میتونه از اتفاقات همین دوره به نفع خودش استفاده کنه. مثلا یادتونه گفتیم مرد تو این دوره هم باید نفقه بده؟ خب اگه نده چی میشه؟ زن میتونه همین عدم پرداخت نفقه رو به عنوان مصداق عسر و حرج یا همون سختی و مشقت در زندگی به دادگاه ببره و درخواست طلاق یک طرفه بده. خب به آخر بحث نزدیک میشیم. اگه بخوایم از تمام این نکات پیچیده ی حقوقی یه نتیجه گیری اصلی داشته باشیم، اون چیه؟ به نظر من همه چیز توی یه کلمه خلاصه میشه: آگاهی. اینکه شما حقوقتون رو بشناسید واقعا اولین و مهمترین قدم برای هر کاریه. ببینید، واقعیت اینه که مسائل حقوقی به خصوص حقوق خانواده واقعا پیچیدن. به همین خاطره که پیام اصلی تمام این بحث اینه آگاهی از این حقوق و وظایف، اونم قبل از اینکه عقد رو امضا کنید، یه کار لوکس یا اختیاری نیست، یه ضرورته. این آگاهیه که به شما کمک میکنه بدونید دارید وارد چه قراردادی میشید و تصمیمات درستی بگیرید. و در آخر میخوام شما رو با یه سوال بزرگتر تنها بذارم تا بهش فکر کنید. فراتر از بحث‌های حقوقی خشک، وقتی زن و مرد هر دو طرف یک رابطه به طور کامل از حقوق و وظایفشون باخبر باشن، به نظرتون این آگاهی چطوری توازن قدرت و حتی شکل اون رابطه رو تغییر میده؟ این به نظرم سوالیه که جوابش میتونه خیلی چیزها رو برای ما روشن کنه.